هر روز بیزینس کلن فرق آنچنانی و فقط گل گوشات میکنه بسید. میگه 2 در جلو، 2 در زیر کف نور داره. بعد عرض موضوعتون که سرتون از داخل صندلی بیارید بیرون تا بره تا اوپر. هر نگاه کنید اونجا یه مشتاق فرشش میگه کفشاتون بی زحمت در نیارید، میگن میگه بعد کمربنده رو محکم ببندید که باز میشه. بچه این خانم اومد یه دونه حول داغ بنده. خب چیکار؟ مثلا صفحه 5 میلیون مرغ برای مقدار خیار سوخته اون باگته اونم کیک قرمزشه. بچه اون خوردم ما رسیدیم تو فرودگاه دبی و حدوداً گم شدم. گوشم کیپ شده، همه جام کیپ شده، هواپیما بهم نمیسازه. بس سری بعدی با زیردریایی بیام. آقا وارد گیت شدیم، ما با این بیزینسی ها اومده بودیم دیگه، میخواستیم کم نیاریم. خب میزنیم به این که یعنی ما همیشه این وضعیت هست، ما میایم میبریم، ما همه این چیا واسه ما عادیه. آقا چشمتون روز بر نبینه ما انقدر پشت سر اینا راه افتادیم، اینا اصلا ساک نداشتن. بعد ما الکی افتادیم پشت سرشون، اینا هم ساک نداشتن، رفتن داشتن مخروج میشدن. من گفتم بابا من ساک داشتم. یه چیه هست میگه شبیه بلیط همه از تهران هم اینجا با هم منتظر باشیم تا ساکا بیاد، ولی بعید میدونم با این سرعت کمی که ای داره میچرخه ساک من اینجا باشه. همه چی که درسته، فقط تنها چیزی که نادرسته چیه؟ اگه گفتی اینه که ساک من نیست. فقط آقا تجربه من به شما تا یه جایی دنبال بقیه برید، بعد از یه جایی دیگه نباید دنبالشون برید، چون دنبالشون برید مثلا میشه آواره. چه خلوته آکا هیچ سگم بهش پر نمیزن، ولی دمشون گرم. رفتیم این پاسپورت گذاشتیم سر یه چیز الکترونیکی، قیافه من دید گفت داشت تویی. نتونستم اونجا جلوی این بیزینسی ها نتونستم حقیقتش بگیرم. خواستم یه جوری مثلا نشون بدم که واسه من عادیه. بیزینسی ها هم رفتم، یه 3-4 تا بیزینسی بودن رفتن و من موندم. منم ساک داشتم، یه ساک درده که یه ساک پاره پوره، یه 2 تا شورت، 2 تا زیر پیوش داخلش بود، 2 تا تیشرت داخلش بود. خدا رو خوش نمیاد بدوزم. حالا میگردم پیداش میکنم. حالا بعد دنبالش اینجا بگردیم، حالا ببینیم کی این ساکای ما میرسه که ما برش داریم. دوستان عزیز هم ساکو پیدا کردیم، ولی ساکو نشون نمیدیم چون ساک این یه تانکیه که 500 تا شلیک بهش شده. میگم مردم دست گل اومده دنبال زیدش. ما هم یه زیدی داشتیم اینجا، الان میام با دست گل میگفت قربون توریه افراد دورت میگم یه چایی واسه دم کرد. خب دوستان عزیز ما سوار ماشین شدیم. ماشینمون توییتا است، ولی خب نمیدونم که خوب هست یا نیست. خوب قطعا راننده پشماش میرسه کیو من سوار کردم دهنش سرویس. این اصلا چشه؟ با کی رو صحبت میکنه؟ چی صحبت میکنه؟ ما شانسه ما ولاگ چیزم که میخوام بگیریم میفته تو تاریکی. اصلا همیشه تو تاریکی باید یه دونه فلاشه باید به خودم وصل کنم. شانس 10 میلیون آدم شاید داخل این فرودگاه به این بزرگی، هواپیما به این بزرگی
بزرگی بوده. عد ای اسکول با سوار ماشین پرتغالیه چه این هواپیما. من برسم خونه بهتون تصویر میدم. اینم برج دوست خوبم همین یه خود در جریان. شما رسیدم در منزل. ماشینم اینجا چیکار میکنه؟ دوستان عزیز، اوفه نگاه بالاخره روشنایی چقدر نورانیه. نگاه آینه چقدر تمیزه. آدم دوست داره. دوستان عزیز، خوش اومدید به یکی از هتل‌های دبی. اسمش نمیدونم چیه، یه جایی نوشته بود فکر کنم. من همینجوری اومدم دیگه، همینجوری اومدم داخل هتل و اینم هتلشه. آقا ما از این در ورود کردیم دیگه. اینجاها ورودیشه. نگاه کن دقیقا. ای داشت رضا کجایی از من ویدیو بگیری؟ من هی باید بیام جلو آینه بچه چون نوری داره. همین اول ابتدا میبرمتون دستشوی حمومش. این حموم از اوناییه که 99%مون دوست داریم. البته تنها نه، این حمومیه که 99%مون تنها بازم نه. نه این که رفت اینم که دستشویه چیز خاصی نیست. ببینیم داخل کمداش چه میگذرد. yes of course. ماروت. ما الان در هتل ماروت میباشیم. ماروت ببینیم که دو دمپایی داره. نه یه دونه دمپایی داره و اینجا هم که یه دونه اتو فیلیپس. چیه؟ کار باشن. مثلا میایم اینجا و میبینیم یه سری چیزای مهم داخل چیز داریم. مثلا نمیدونم چیز مهمی ندارم فعلا. چرا پول دارم. درش میبندیم دیگه صفر میشه. اینم یک دید کلی از اتاق جذاب. فقط اینجاش من درک نکردم چرا با ویو این اتاق رو سقف لابی باشه. اینم یکی از مشکلاتش. اب نداره. اینم غذا من بوده. سیب زمینی خوردم با یه سری نوشابه مونده دیگه. نوشابه نبود، آبقند بود. خب اینم دفتر آفیکالمه. بعد اینم قهوه سازشه. نمیدونم قهوه‌اش کجا قایم کردن که ما استفاده نکردیم. بقیه جاهاشو دیگه انگولک نکردم و هیچ نمیدونم. یه سررسیده. نه این سررسید نیست. مثلا چرا باید سررسید؟ این چی اینجا هیچی نیست و کلان چیز خاص دیگه نداشت. امکاناتش اینه میزنی پولش. دوستان عزیز دیدید بلاگرها میرن ورود هتلشون رو میگیرن. من خروج هتل میگیرم. اول استفاده میکنم، بعد اگه خوب بود میگم خوب بود. رفتم یه دوشی گرفتم. دوششم آب گرم بود. مرسی. همکنون من رو تو زاویه دیگه میبینید. میخوام یه دونه اسپرسو درست کنم ولی نمیدونم چجوریه. ولی حدس میزنم داخل این آب باشه. یعنی آب باید بریزی و اینجا یه سری کپسولات پیدا کردم. فکر کنم اینا رو باید بوچی کنم داخل این. از اونجایی که یه شیار اینجوری داره من کپسولا رو انداختم داخل این. درشم یا بستم. انشالله که خراب نشه. تنظیم خاصی که دیگه نداره. بسم الله. دوستان عزیز همکنون روشن شد. بلد نیست. تازه روشن شد. یه صدایی داره میده. خب بگو تو که تا حالا چای میخور قهوه میخواست چیکار؟ چای ساز رو راه مینداخت چای میخور. قهوه میخواست چیکار؟ اکیه نگاه چی درست کردم. ای خدا آبش به اندازه بود. خداش مثل این دخترها هستن مثلا بلاگرها. روزمو سعی کردم با آرامش شروع کنم. حالا که فکرشو میکنه آرامش میتونه زندگی ما رو
از این حالت در بیاد. اولین کاری که کردم اومدم روی برگه خاطراتم نوشتم خاطرات دبی محال یادم بره. بچه ها اتاق سردار آزمونه، هر اتفاق اینجا بیفته گردن من نیست، گردن آقای سردار آزمون. ما رفتیم بعد ما اومدیم اینجا و قهوه درست کردیم. قهوه به خیلی تلخ بود. بعد شاعر آزاده فیندنبرسکی میگه که اگر میخواهی به خودت. بچه من دیگه کل اینجا رو خالی کردم، وسط هیچی دیگه نداره. اون برم میبینیم هیچی نداره، این برم میبینیم هیچی نداره. خسته شدم. دوستان عزیز قهوه‌مونم گرفتیم، بخوریمش بعدش هم بزنیم بریم سمت ورزشگاه. حالا با تنهایی خودم حال کرده بود. تیم النصر. اوه این آقا این 2 تا حساب میشه.